کاپیتان خود راضی هستی؟ مثلا بارسایی‌ها ترجیح میدن بازوبندی که یه روزی رو دست پویول با غیرت بوده رو بازوی هر بازیکنی بره جز کاپیتان‌های اول و دومشون. به جاش اینتریا یه افدی وفادار دارن که بعد 8 سال با غیرت بازی کردن دیگه طرف داره وایب زانتی رو بهشون میده. قدیما میگفتن دروازه‌بونا نباید کاپیتان بشن، اما وقتی یکی مثل نویر عملاً وسط زمین و لیدری مثل کیمیش توی ترکیبه، بایرنیا مثل همیشه دغدغه رهبری ندارن، اما به جاش آرتتایی که میخواد از ساکا و اودگارد جوون اما دائم المصدوم یه کاپیتان فابرگاس در بیاره، بهتر نیست از گولی به نام رایس یه پاتریک ویرای جدید در بیاره؟ رئالیا که هنوزم جای خالی ال کاپیتانو رو تو ترکیبشون حس میکنن، چند سالی هست که بازوبند کاپیتانی رو بازوی مدافع راستاشون میبینن، هرچند که فشار این یه تیکه پارچه داره بالهای شاهینشون رو میچینه. از طرفی چلسی فنا وقتی میبینن بازوبند کاپیتان ها رسیده به مدافع راست همه کارشون، واسش اسفند دود میکنن که یه وقتی مصدوم نشه فنا نره. همونجور که یوونتوسیا باورشون نمیشه بازوبندی که یه روز دست بوفون و کیلینی و دل پیرو بوده الان داره بین لوکاتلی و گاتی دست به دست میشه، میلانیا هم باورشون نمیشه بستن بازوبند کاپیتان مالدینی مانیان رو از پاشنه آشین فصل پیش تبدیل به جادوگر این فصل کرده باشه. خلاصه فوتبال پر شده از کاپیتان‌هایی مثل برونو فرناندز که عملکرد فنیشون خوبه، عاشق باشگاهشونن، اما مثل رویکین ذاتاً رهبر نیستن. آخه این ورزش رهبرای فوتبال فهمی مثل فندایکو کم داره که قبل، بعد و حین بازی در حال هدایت